درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با خبر و گزارش چهارشنبه هفتم فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه 30 ساله ها هم می توانند پرزیدنت شوند. قانون انتخابات تاجیکستان را اصلاح کردند و گفتند ایراد ناظران بین المللی را به نوبت گرفتند. تمام پیشنهادها و ایرادهایی که در انتخابات قبلی ناظران بین المللی ایراد داشتند و پیشنهاد کردند به نظر گذاشته است. زمین لرزه در تایوان خانه های زیادی را ویران کرد. چند نفر را کشت. ماموران نجاتکارها برای رفع عاقبت های فلاکت را ادامه می دهند. در حالی که حامی مهاجران تاجیک کرامت شریپوف برای بازگشت بر روسیه تلاش دارد، برف زیاد در این کشور کار مهاجران و درآمد آنها را افزایش داده است. تفصیل خبرها. وکیلان مجلس نمایندگان در تاجیکستان قانونی را قبول کردند که به جوانان 30 ساله هم اجازه می‌دهد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. بر اساس قانون پیشین فقط جوانان حق داشتند در انتخابات شرکت کنند که سنشان از 35 سال بالا بود. عین زمان هنگام بررسی قانون وکیلان مسئله سرمایه‌گذاری معرکه‌های انتخاباتی از طرف خارجیان و هم حضور امام علی رحمان در انتخابات‌های آینده را بررسی کردند. میرزا نبی خالقزاد شاهد قبول طرح اصلاح شده قانون درباره انتخابات رئیس جمهور در تاجیکستان بود. در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان دو طرح قانون کنستیتوسیونی کشور، یکی از آن قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و دومی درباره انتخابات وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید. ضمن بررسی این طرحهای این قانون، خصوصا درباره قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، ذکر کرده شد که طی چند ماه آخر با تأسیس گروه‌های کاری از حساب احزاب سیاسی وکیلان پارلمان این طرح مورد بررسی قرار داده شد و چند ماده آن علاوه کرده شد. از جمله طبق یکی از ماده های این طرح قانون کنستیتوسیونی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، من بعد دیگر مبلغ گذاری کشورهای خارجی و اشخاص علاهیده از خارج تاجیکستان به نامزدهایی که به نامزدی پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد شدند منع کرده می شود. شخصان حزبای سیاسی که از خارج کشور مبلغ می گیرند به آنها پابند میشن و برای پابند شدن هر فکر اندیشی آنها را خواهنها اجرا کردنشان جایز میشد. در رایپرسی ماه می سال 2016 تغییرات مربوط به سن نامزد پرزیدنتی در طرح اصلاح قانون اساسی وارد شد و همکنون این تغییرات در قانون انتخاباتی پرزیدنتی هم درج شد. بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از 2 مهلت پی در پی انتخاب شده نمیتواند، اما بعد اصلاحات به قانون اساسی این محدودیت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. وضع حقوقی و وکالت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کنستیتوسیونی معین می‌کند. اما برخی حقوق‌شناسان میگویند وارد شدن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی از سوی شاید توجه جوانان را به کارزار سیاسی فعال می‌کند، ولی پیامدهای دیگر هم به بار می‌آورد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان در تاجیکستان در شرایط فعلی روی صحنه آمدن سیاستمداران جوان و با استعداد مشکل است. در تایوان رفع عاقبت‌های زمین لرزه ادامه دارد که چند نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. زمین لرزه قوی در روز 6 فوریه ده‌ها بنا را در تایوان نیمه ویران کرده است، هرچند تعداد قربانیان زیاد نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیو مرسیتا. شام سه‌شنبه زمین لرزه نیرومندی برابر با 6.4 درجه تایوان را تکان داد. در این حادثه کمش 2 نفر کشته شد و 200 کسی دیگر جراحت برداشت. تکانهای اولین زمین نیمه شب به وقوع پیوستند. بر پایه اطلاع خدمات گیولوژی امریکا، مرکز زمین لرزه در نزدیکی‌های شهر هوالیان واقع در 150 کیلومتری پایتخت تایوان شهر تایبی بوده است. طبقه های پایانی یک چند مهمانسرا فرو ریختند، ولی بناها پوره تخریب نشدند. هنوز هم مردم در داخل بناها می باشند. پرزیدنت تایوان از جای حادثه زیارت کرد. می‌بینید که نظامیان برای حمایت از فروریزی کامل بناها چارچوب پولادی نصب می‌کنند تا وقتی گروه نجات به بنا داخل شد امنیت آنها تامین باشد. وقت ضد ما کار می‌کند. باید مردم را زودتر از بناها به بیرون براریم. چندین منزل زیست، رستوران و شفاخانه نظامی فرو ریختند. چند راه ماشینگرد و 2 پل نیز ویران شدند.
حالا حرکت در آن سمت منع شده است. فعلا 1300 سرباز و افسر در عملیات نجات اشتراک داشته به کمیش 220 نفر را از زیر آوار بیرون آوردند. یک دیپلمات بلندپایه امریکا گفت که حکومت کشورش هیچ علامتی را نمی‌بیند که پاکستان افراطگرایان را در قلمروش سرکوب می‌کند. در این باره جان سالیوان معاون وزیر امور خارجه امریکا روز 6 فوریه در حضور وکیلان امریکایی صحبت کرد. اول ماه گذشته حکومت امریکا گفت با سبب پناهگاه دادن به تروریستان و افراطگرایان امریکا کمک‌های مالی به پاکستان را باز می‌دارد. بعد این تنش‌ها بین امریکا و پاکستان که از شریکان نزدیک در جنگ به ضد تروریسم بودند بد شد. قبل از آغاز برنامه در این باره صحبت داشتم با محمد امین مدقق رئیس رادیو مشعل که برای پاکستان برنامه نشر میکند و نخست از او پرسیدم سرچشمه تنش‌ها بین امریکا و پاکستان از کجاست. پاکستانی‌ها می‌خواهند از مخالفین مسلح دولت افغانستان به صفت یک وسیله استراتژیک در مقابل هند استفاده کنند، در حالی که امریکا تعهد دارد تا این عناصر را گم بکنه و اونا را شکست بده تا در افغانستان امنیت بیاید. بنابراین پاکستان به نحو در مقابل اهداف امریکا قرار میگیره و این که تا حال چرا این روابط خیلی پرتشنج نبود و حال شده به نظر ما در سالهای گذشته چون امریکا نیروی زیاد داشت در افغانستان بنابراین اتکای لوجستیکیش به پاکستان خیلی بیشتر بود. اما بعد از اینکه امریکایی از افغانستان خارج شد از یک طرف اتکای لوجستیکی امریکا با پاکستان کم شد و از طرف دیگه جنگ ها زیاد شد. در جنگ ها شدت آمد چون طالبا که مسلما از پاکستان حمایت میشه در اونجا پایگاه ها داره فکر کردن که در عدم حضور امریکا یا در بودن کم عساکر امریکا در افغانستان میتونه دولت افغانستان شکست بده و دوباره روی قدرت بیاد. بنابراین یک تقابل منافع است که تشنج باعث میشه. دفتر شما در پاکستان در اسلام آباد نیز عاقبت‌های این تنش بین امریکا و پاکستان را شاهد شد و دفتر شما را اونجا بستند. حالا وضع چگونه است؟ بسته شدن دفتر ما یکی از اثرات همی تنش بین امریکا و پاکستان بود. با مجردی که کمک‌های نظامی تقریبا 2 میلیارد دلاری را امریکا بر پاکستان قطع کرد، فشارهای آیسای و استخبارات پاکستان بر علیه دفتر ما زیاد شد. همه روزه می آمدن دفتر ما را تفتیش میکردن و پرسان میکردن که امریکا کجاست و بالاخره به تاریخ 19 جنوری بدون اینکه کدام سند ارائه کرده باشه که کدام پروگرام ما خراب است یک مکتوبی را نوشتن و او مکتوب هم به ما ندادن. او الزامات دفتر ما را بسته کرد و حالی هم فکر میکنم که تا زمانی که این روابط بین دو مملکت خوب نشود بسیار مشکل است که یا دفتر ما باز شود یا حداقل همکارای ما بتونه اوجا در فضای آرام و محفوظ کار کنه. گفتگوی مفصل با محمد امین مدقق به زودی در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برفی زیاد در روسیه کاری هزاران مهاجر تاجیک را که به پاککاری خیابان و خانه ها مشغولند زیاد کرده. از جمله کاری قدرت الله شادیف را که در ولایت مسکو کار میکند و شما او را میبینید. عین زمان بعضی از مهاجران خرسندند که در این روزها پول بیشتر کار میکنند چون مردم زیادی به سراغشان میآیند و با پیشنهاد پول از آنها کمک میخواهند. روز 4 فوریه فقط در شهر مسکو بیشتر از نیم متر برف بارید. اما کاری زیاد تعدادی از مهاجران را در روسیه بیمار میکند و آنها برای معالجه البته به تاجیکستان برمیگردند با بیماری های کمر، دست و پای و دیگر اعضای حرکت. اما شرایط معالجه نه همیشه مهیا است. مثلا در ناحیه شهر توس یگانه دستگاه عظیم تشخیص کامپیوتری از کار مانده است و ساکنان این ناحیه مجبورند راه دراز را طی کنند و به مرکز ختلان و بعد دوشنبه بیایند. امردین اولیم در این باره گزارش می‌دهد. امردین اودینایوف ساکن 22 ساله ناحیه شهر توز 2 سال اخیر از سوزش پایها و میانش رنج میکشد. او میگوید در روسیه به این بیماری گرفتار شد ولی آنجا طبابت برایش گران بود و به تاجیکستان برگشت. بار چهارم است که برای تشخیص توموگرافیایی به بیمارخانه مرکزی شهر قرغان تپه می آید. این بار هم کارش برار نگرفت.
به خاطر ویران بودن دستگاه باید 100 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه برود. همینجا که همین باشه خیلی طرف همین حکومتش باشه طرف مثلا منیزدرا باشه کدوم طرف باشه بهبودی به همین خلق شوه خیلی برای ما خوب میشه که همین مثلا دردمون میایم به همین قردانی رای قریب دوشنبه در میریم مکه کو در دوشنبه هم یک شهر کلون و خام جام کسلی دوران ما را میگن مثلا 40 مودم 30 مودم. نبودی توموگرافی کامپیوتری در وادی وخش ولایت ختلان مشکلی سنگین است. از ماه آگوست این جانب توموگرافی کامپیوتری خراب شده است. مسئولان میگویند در یک روز از 10 تا 30 نفر به مرکز مراجعت میکند که نمیتوانند به آنها خدمت رسانند. دولتشاه گل محمدزاده رئیس ولایت ختلان هم ضمن نشست خبریش مشکل خراب یا کرنوشیام شدن توموگرافی کامپیوتری را به چالش کشیده گفت برای تعمیر یا خریداری توموگرافی کامپیوتری باید اول متخصصان را تیار کنیم بعد این دستگاه را خریداری کنیم. بابا مراد خدایارف از متخصصان توموگرافی کامپیوتری است. کار با این دستگاه را در روسیه آموخته است. او میگوید که همه روزه بیماران زیادی را بنابر ویران بودن دستگاه از بیمارخانه جواب میدهد و نمیتواند به آنها کمک کند. از ناحیه‌های دور دراز مراجعت میکنند لیکن مجبورم که بیماران را در شهر دوشنبه روان کنیم. در ریاست تندرستی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفتند باید برای تعمیر این دستگاه 600,000 سومانی جدا شود. هنوز معلوم نیست این پول کی به دست آنها میرسد. تا رسیدن آن دهها بیمار در این بیمارستان تشخیص نمیگیرند و مجبورند به دوشنبه بروند. کرامت شریپوف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید آزادرحمان رئیس دستگاه ریاست جمهور از مقامات مربوطه خواسته است در حل مشکل او مساعدت کنند. به قول او آزادرحمان از رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی خواسته است مسئله کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه را ببیند. کرامت شریپوف را که حالا شناسنامه تاجیکی هم ندارد مقامات روسیه ماه دکمبر سال 2017 از آن کشور با این گفته که شهروندی روسیه را غیر قانونی به دست آورده است اخراج کردند. خودش میگوید تلاشش برای حمایت حقوق مهاجران در روسیه سبب راندنش از آن کشور شد. و در یکی از شهرهای بزرگ هند مردم به یک مرد مسلمان احسان میگویند که در برابر مسجدها عبادتگاه‌های بت پرستان را تعمیر میکند. غلام الدین مهمان میگوید تعمیر معبد را فرض میداند چون مهم اعتقاد است و همزیستی آسایشته پیروان دین‌های گوناگون که در هند بسیار زیادند. ساجده میرزا گزارش میدهد. در شهر غربی احمدآباد ایالت گوجرات هندوستان زادگاه سروزیر این کشور نریندرا مودی یک مرد مسلمان از حساب خود تعمیر و ترمیم معبد محلی را به عهده گرفته است. همسایه ها این عملی موین غلام الدین مهمان را نمونه همزیستی آسایشته و تحمل در کشور گوناگون مذهب و گوناگون فرهنگ هندوستان می دانند. مهمان که از خردی در این محل به وای رسیده است میگوید حالت ناگوار معبد 500 ساله بهید بهنجا هنومن او را ناراحت میکرد و از این رو قرار کرد که معبد را تعمیر کند. با وجود آنکه مسلمانم من عزم نمودم که معبد را تعمیر کنم. پس انسانیت من هنوز پابرجاست. اهل محله از بازسازی معبد خیلی خوشحالند. وکیل معبد جتین گاور میگوید مهمان از قبول هر گونه کمک مالی در تعمیر عبادتگاه قدیمی دست کشید. در گذشته پدر بزرگ من مسئول تعمیر این معبد بود. حالا برادرمان مهمان این کار را بر عهده گرفته است. او هیچ گونه کمک مالی را قبول ندارد و ما هم در این کار سهمی نگذاشتیم. این خود نمونه عالی است که معبد هنومن را که پیرو الهه هندی رام می باشد برادر مسلمان ما مهمان اجرا می کند. احتمال او پیام الهی گرفته به خلاصه آمده باشد که با پول خود معبد را تعمیر کند. این عمل اعتبار معبد را باز هم بلندتر می برد. در هندوستان پیروان دین و مذهب، قوم، زبان، منطقه و نژادهای گوناگون به سر میبرند. بعضا اختلاف میان جامعه ها باعث برخوردهای خونین میشوند. و بیننده ارجمند اخبار امروز به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org است و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک با ما بمانید.